کلام تو معجزه‌گر است، عصای معجزه‌گر است. یعنی ما حرفای ما مثبت باشه، کلا مثبت فکر کنیم، توجه و تمرکز ما فقط در جایی باشه که واقعا بر ما مفید فایده داشته باشه. حیفی حتی یک لحظه وقتی نیستش که بی خود بگذره، توجهت یک چیزی جایی باشه که هیچ برای تو مفید نیست، مثمر ثمر نیست. هر جا توجهی تو باشه تمرکز اونجاست، پس انرژی اونجاست. حیفی لحظه انرژی ما خیلی ارزشمنده. پس ما مهمه که چی چیزا رو بشنویم، چی چیزا رو ببینیم، یعنی چجوری فکر کنیم. این فکر ما رو باید مغز با کار بندازیم، یک جوری دیگه فکر کنیم. تا حالا که هر جور فکر کردی اصلا بعد از اون فکرها کار نکرد، یعنی جالب نبود اصلا. به خاطر همون اینقدر آزمون خطاها کردی دیگه. اگر خوب فکر درست به کار بندازی، حداقل یعنی دیگه خطاها به حداقل میرسن. پس زندگی ما خوب زندگی کنیم. زندگی مقصد نیست، زندگی مسیر است، مسیر زیبا و قشنگ لذت بخشه، به شرطی که ما قبول کنیم. اگر ما خوب زندگی کنیم، شاد باشیم، خوشحال باشیم، سالم هم هستیم. سلامتی خیلی مهمه در زندگی، رابطه خوب خیلی مهمه و پول. اینها حرف اول میزنند. فقط چیکار، از کجا شروع میشه؟ از عشق به خود. عاشق خود باش و عاشق دیگرها باش. این یعنی پیشرفت خودت. این از پیشرفتت از اینجا شروع میشه. تو جلو پیشرفت با این ذهنیت مثلا ذهنیت خوب داشته باش، منفی اصلا نباش، مثبت باش و در یک حیطه فقط آموزش ببین. دنبال هرچی حیفت وقتت میگذره. تو در یک حیطه 10,000 ساعت کار کو، تلاش کو، درس بخوان، فقط آموزش در یک حیطه باشه و اونجا هستش که تو قوی میشه، قدرتمند میشه، حرفه‌ای میشه. و اگر دنبال هرچی باشی، هیچ کار نمیشه. هر کاره هیچ کار نمیشه آخرش. پس ما یاد بگیریم که درست فکر کنیم. اگر اشتباه فکر کردی اب نداره. خب وقتی که یک پیامد داره دیگه، چی خوب فکر کنی هم پیامد داره، اشتباه فکر کنی از اشتباه ها درس میگیری. و هی دنیا احتمالات نسبیه. هیچ چیزی اصلا اشتباه درستی نداره. یعنی همه هست، فقط ما باید هی اشتباه بکنیم و بشناسیم و با دوباره به شناخت میرسیم و دیگه اون کار دوباره انجام نمیدیم. هی رشد میکنیم، هی همینجوری ترقی میکنیم. دنیا اینجور پیشرفت کرده، به این حد تکنولوژی رسیده. هی مردم از طریق اشتباه ها به این قد پیشرفت کرده. هی تصمیم گرفته، تصمیم غلط، کلی همینجوری رشد کرده، هی پیشرفت کرده، هی تجربه کسب کرده، هی هم فکری کرده. ما همیشه اینجوری تلاش کردیم، اینجوری پیشرفت کردیم. ما فقط قوی شدیم، یعنی بهتر شدیم، بهتر. همینجوری به همین راحتی. ببینم که شما نظر شما چیه، بر ما کامنت کنید که آیا درست گفتم.